اجازه بدید ابتدا تأکید کنم که دولت دانمارک قاطعانه نقش مخرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو محکوم میکنه، نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه. این شامل رفتار خشن و کاملا غیر قابل قبول این نهاد در سرکوب مردم ایران هم میشه. ما شاهد این مسئله به ویژه پس از اعتراضاتی بودیم که به دنبال مرگ دلخراش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 2022 به وقوع پیوست. همچنین اقدامات غیر قابل قبول سپاه در خارج از مرزهای ایران که شامل حمایت از سازمان‌ها و شبه نظامیان تروریستی مانند حماس در غزه، حزب الله در لبنان، حوثی‌ها در یمن و البته رژیم اسد در سوریه میشه. رژیمی که خوشبختانه اکنون به گذشته پیوسته. دولت دانمارک بارها رفتار ایران رو محکوم کرده و در پیشبرد فشارهای اتحادیه اروپا علیه ایران پیشتاز بوده. اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران وضع کرده که شامل حوزه حقوق بشر، حمایت ایران از روسیه و فعالیت مخرب منطقه این کشور میشه. در مورد سپاه پاسداران به طور خاص این نهاد پیشاپیش تحت تحریم‌های 4 رژیم مختلف در اتحادیه اروپا قرار گرفته. یعنی در چارچوب رژیم‌های مرتبط به ایران، اوکراین، سوریه و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. بنابراین از لحاظ فنی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اقدامات محدود کننده بیشتری نسبت به آنچه اکنون در حال اجراست به همراه نخواهد داشت. با این حال دولت کاملاً به اهمیت و نمادگرایی چنین تصمیماتی آگاه است. من هم به طور علنی حمایت خودم را از چنین نامگذاری‌هایی اعلام کردم. بنابراین تردیدی نیست که دولت هم این اقدام را مایه خرسندی بدونه.